چطور میتونیم این موج طلایی رو به صورت کامل تشخیص و ازش سود کسب کنیم؟ این کار در استراتژی NTS خیلی چیز سختی نیستش. امروز به صورت کامل و با جزئیات نحوه تشخیص این موج رو بهتون توضیح میدم. به نام خدا، سلام به NTS تریدرها، خوش اومدید به این ویدیو. من علیرضا هستم و این اولین قسمت از پلیلیست موج طلایی NTS هستش. برای یادگیری استراتژی NTS از صفر کافیه که ویدیوهایی که داخل کامنت ها لینکشون رو واسهتون پین میکنم تماشا کنید. ما قبلا یک پلیلیست رو رکورد کردیم به نام سود آسان فارکس با NTS که 4 قسمت هستش. توی اون 4 قسمت که در واقع اینها هستن، موارد پیش نیاز و اولیه رو بهتون توضیح دادیم. ویدئوی اول که در واقع توضیح کلی استراتژی NTS هستش، ویدئوی دوم ستاپ معاملاتی و ابزارها و حالا یه سری موارد خیلی پیشرفته تر و بازی با اعدادی که داخل NTS ما داریم. و اگر که میخواید این استراتژی رو از صفر یاد بگیرید، حتما این 4 قسمت به همراه در واقع این ویدیو رو تماشا کنید که لینکشون رو داخل کامنت ها واسهتون پین میکنم. توی ویدیوی 4 فارکس که 34 دقیقه هستش، نکات خیلی زیاد و مهمی توضیح داده شده که اونها بیشتر مخصوص فارکس بودن، البته که خیلیش واسه کریپتو هم کاربرد داشت. اما این ویدیو نکات جدید، چند تا آپدیت و یک مبحث جدید که در واقع اسمش موج طلایی NTS هستش رو داخل این ویدیو بهتون توضیح میدیم که هم برای بازار فارکس هستن هم برای بازار کریپتوها. چند تا موضوع مهم و اصلی توی این ویدیو توضیح داده میشه. یکی اینکه چرا NTS داره همیشه سود میده و چطور ما میتونیم همیشه از اون سودهاش استفاده کنیم. مورد دو، چطور موجهای بزرگ رو تشخیص بدیم. و مورد سوم اینکه بعد از تشخیص این موجی که قراره اینقدر طولانی باشه، چطور ما معامله رو مدیریت کنیم که با کمک اون مدیریت درست ما بتونیم از کل این روند سود بگیریم، یعنی پوزیشن رو تا اینجاها باز نگه داریم. و چیزهای خیلی اولیه توی این ویدیو توضیح داده نمیشه. اگه میخواید حالا موارد اولیه NTS رو یاد بگیرید، کامنت پین شده زیر این ویدیو رو چک کنید. و اینم بگم اصلا پوزیشن های ما جوری نیستن که فقط بر اساس سیگنال و تغییر رنگ یک اندیکاتور باشن. خیلی از معاملاتی که انجام میدیم اصلا زیاد بر اساس تغییر رنگ های اندیکاتور نیستن و موارد خیلی پیشرفته تری داخل اونها استفاده میشه. همه بخشایی که بهتون توضیح میدم توی در واقع پوزیشن های اصلی که قراره داشته باشید تأثیر میذاره و جوری نیست که حالا مطلب اولی که میخوایم بگیم فقط برای آگاهی باشه. همه اینها توی وین ریت شما به صورت مستقیم تأثیر میذارن. مورد اول که میخوایم بررسی کنیم این هستش که چرا NTS همیشه سود میده و ما چطور میتونیم همیشه از اون سودها استفاده کنیم. خیلی ها به اشتباه فکر میکنن ما فقط از سیگنال اندیکاتور و تغییر رنگ‌ها استفاده میکنیم که به هیچ وجه اینطور نیستش. ما طبق موارد خیلی زیادی که توی ویدیوهای حالا خود چنل نیو استراتژی و چنل NTS ترید توضیح داده شده ترید میکنیم. و اینم بگم همه مواردی که تا الان گفتیم شاید نصف کل استراتژی NTS یا کمترش باشن و به هیچ وجه هنوز کل استراتژی NTS آموزش داده نشده. اما با همین بخشایی که توضیح داده شده افراد زیادی هستن که الان دارن سودهای خیلی زیادی به دست میارن. چند روز پیش یه وایس هم تو چنل تلگرام منتشر کردم و اینجا هم بهتون توضیح دادم که چرا همیشه سود میده و روش درست استفاده از یه سری اندیکاتورها و تغییراتی که داخل بازار ایجاد میشه. پیشنهاد میکنم حتما این وایس رو گوش بدید. لینک این وایس رو داخل دیسکریپشن زیر همین ویدیو واسهتون میذارم. نوسانات بازار هر چند وقت یک بار تغییر میکنه و با هر تغییری که ایجاد میشه وین ریت یک سری استراتژی ها رو کاهش میده. به همین دلیل هستش که خیلی جاها شما میبینید که یه سری استراتژی و اندیکاتورها هستن که یه مدت سود میدن و بعدش وارد یک چرخه پر از ضرر میشن. همه اینها رو ما داخل استراتژی NTS حل کردیم و هر چقدر که نوسانات بازار تغییر میکنه، تغییر خیلی زیادی توی وین ریت ما ایجاد نمیکنه. وین ریت استراتژی NTS همیشه داخل یه لول خیلی خوبی قرار گرفته. حالا چطور میشه که NTS توی تغییر نوسانات بازار وین ریتش کاهش پیدا نمیکنه و همیشه اون سود مستمرش سر جاشه؟ چه وقتی که بازار هیجانی هستش توی قیمتای بالایی قرار گرفته، چه وقتی که بازار رنج میشه هیجانات و نوسانات کم هستن، همیشه وین ریت NTS توی یک عدد خیلی خوبی قرار گرفته. این هم بگم هر چند وقت یه بار که بازار نوسانات و در واقع نوع سیگنال های اندیکاتورها رو خودش تغییر میده که توی اون وایس تلگرام هم بهتون توضیح دادم، یه سری استراتژی ها هستن که قبلش به آدما خیلی سودهای خوبی میدادن اما از اونجا به بعد
در واقع وین ریت هاشون کاهش پیدا میکنه. و یه سری استراتژی‌های خیلی عمومی داخل تحلیل‌های تکنیکال پرایس اکشن وجود داره که اینا هم همیشه سود میدن، اما همیشه با اون استراتژی‌ها سود نمیکنن. یعنی یه سری هستن از افراد یه مدت با پرایس اکشن و خط روند سود میکنه، اما بعدش وین ریتش کاهش پیدا میکنه. دلیلش این نیست که اون استراتژی ضعیفه، دلیلش اینه که نوسانات بازار یه مقدار تغییر کرده و الان که به عنوان مثال توی یه بخشی بازار رنج میشه، دیگه خط روند جواب نمیده، ولی خود تحلیل پرایس اکشن جواب میده. اما اون تریدر باید بلد باشه که همیشه ازش استفاده کنه. و حالا توی NTS ما این رو خیلی ساده سازی کردیم و دلیل این که NTS همیشه اون سودش سر جاشه اینه که هر چقدر که بازار تغییر میده، هر چقدر که میاد نوع نوساناتش رو عوض میکنه، ما هم نوع رفتار و نوع ترید هامون رو داخل بازار تغییر میدیم. در واقع همیشه با استراتژی NTS ما کاملا آپدیت هستیم. یه سری استراتژی هست که آدما میگن قدیمی شده و دیگه داخل بازار جواب نمیده و درست هم هستش، اما یه روش خیلی ساده رو ما اجرا کردیم که با این روش نوع استفاده ما از NTS هیچ وقت قدیمی نمیشه، همیشه آپدیت هستیم. اینم بگم تغییر نوساناتی که داخل بازار ایجاد میشه اینطور نیستش که به عنوان مثال از 12 امشب به بعد یهو نوسانات بازار تغییر کنه و یهو سیگنال ها عوض بشن. نه، اینطور نیستش. تغییر نوع نوسانات بازار بستگی به یه سری هیجانات و شرایط بازار، یه مقدار هم وابسته به تحلیل سنتیمنتال هستش، یه مقدار بر اساس اینها هست و اینطور نیست یهو تو یه ساعت عوض شه. ممکنه یک هفته، 10 روز و حتی بعضی وقتها چندین هفته طول بکشه. کاری که ما در NTS انجام میدیم اینه که تصمیماتی که قراره در به عنوان مثال 4 روز آینده بگیریم وابسته به نوع نوسانات و سیگنال بازار در 8 تا 10 روز آینده هستن که البته این مورد در تایم فریم 1 ساعت فرق میکنه. توی تایم فریم 15 دقیقه تصمیماتی که از الان و در لایو بازار و در آینده قراره بگیریم وابسته به این هستن که سیگنال های بازار در به عنوان مثال 10 روز گذشته به چه شکل بوده. ما میایم این 10 روز رو بررسی میکنیم و با بررسی این 10 روز تصمیم میگیریم که در آینده سیگنال های ما به چه شکل باشه. اگه تو 10 روز گذشته برخوردها روی خط سبز NTS خیلی خوب باشه، توی 10 روز آینده، توی 5 روز، یه هفته آینده معاملاتی که ما انجام میدیم روی خط سبز NTS هستن. یا یه مثال دیگه، اگر خلاف روندهای NTS در 7 روز گذشته خیلی وین ریت خوبی داشتن، ما در 7 روز آینده خلاف روندها رو خیلی بیشتر روشون تمرکز میکنیم. یا اگر بین روندها در چند روز گذشته ضعیف بوده و سیگنال های خوبی نداشته، ما در چند روز آینده بین روندها رو ترید نمیکنیم و به این صورت داخل بازار ما به طور کامل آپدیت هستیم. این که دقیقاً چطور 7 روز یا 10 روز گذشته بازار رو بررسی کنیم و بعدش بر اساسش تصمیم بگیریم، توی در واقع ویدئوی 4 فارکس ما این رو توضیح دادیم. اینجا هستش که حالا همراه شدن با بزرگان بازار اینجا توضیح دادیم که چطور شما میتونی چند روز گذشته رو با جزئیات بررسی کنی. چند تا وایس هم تو تلگرام گذاشتم، اونجا هم بهتون توضیح دادم. و اینطوری هستش که همیشه NTS وین ریت خوبی داره و ما هم همیشه آپدیت هستیم و به این شکل میتونیم همیشه از اون وین ریت خوبش استفاده کنیم. بریم سراغ مبحث بعدی، این که چطور موجهای بزرگ رو تشخیص بدیم. ببینید منظورمون این هستش که چطور این موج سودی که اینجا قرار ایجاد بشه رو تشخیص بدیم. یک مثال تو گذشته بازار میزنم که کامل این موضوع رو متوجه بشید و بعدش میام یه مثال توی لایو بازار هم بهتون نشون میدم. مواردی که قراره توضیح بدم یک مقدار خلاف روند NTS داخلش وجود داره، یه مقدار تحلیلای پیشرفته تر NTS داخلش وجود داره که یک لیست رو داخل دیسکریپشن این ویدیو میذارم، یه لیست از ویدیوهای پیش نیاز برای این ویدیو که در واقع موج طلایی هستش هستن. یعنی شما باید برید اون لیستی که داخل دیسکریپشن میذارم رو تماشا کنید، اونها پیش نیازهای این ویدیو هستن. چون مواردی که اینجا میگم یه مقدار پیشرفته هستن، ممکنه بعضیاشو ندونید، ممکنه خلاف روند پیشرفته رو ندونید که من داخل دیسکریپشن لینکاشو واسهتون میذارم، حتما اون ویدیوها رو تماشا کنید و بعدش بیاید این ویدیو. هدف ما این هستش که یک موج نزولی که حالا اینجا تشکیل شده یا یه موجی که قراره تشکیل بشه رو تشخیص بدیم.
میایم از تایم فریم 2 ساعته شروع میکنیم، بعدش 1 ساعته و 45 دقیقه. یه وقتایی بر اساس تغییر شرایط بازار حتی ما میتونیم بریم تایم 4 ساعته یا تایم پایین‌تر مثل 30 دقیقه رو هم بررسی کنیم، اما الان از این 3 تایم فریم یعنی 2 ساعته، 1 ساعته و 45 دقیقه استفاده میکنیم. اول میایم اینجا تایم فریم 2 ساعته رو بررسی میکنیم که در تایم فریم 2 ساعته اینجا یک تغییر رنگ اندیکاتور NTS به رنگ آبی اتفاق افتاده. وقتی که اندیکاتور تغییر رنگ روش ایجاد میشه، ما توقع نداریم که از همینجا به صورت مستقیم رو به بالا حرکت کنه و بره تارگت های صعودی رو تاچ کنه. همیشه منتظر این هستیم که یک سری برگشت ها ایجاد بشه و یه سری پول بک ها ایجاد بشه و بازار یه سری واکنش ها بیاد به این خطوط NTS اینجا انجام بده. پس اولین موردی که در تغییر رنگ اندیکاتور NTS در تایم فریم 2 ساعته میبینیم این هستش که در واقع NTS آبی شده و ما توقع داریم، انتظار داریم که بازار یک برگشتی به سمت نوار رنگی داشته باشه. این برگشت هم دقیقاً اینطور نیست که از همینجا ایجاد بشه. بازار میتونه بره یکم بالاتر، یکم اینطوری بازی کنه، بعدش بیاد به نوار رنگی برخورد کنه و توی 80% مواقع به همین صورت هستش. همیشه یک برگشتی به سمت نوار رنگی یا خطوط NTS انجام میشه و بعدش بازار حالا اگه قرار باشه تارگت بزنه و رو به بالا حرکت کنه، بعدش هستش که میره بالا. و این شد از تایم فریم 2 ساعته. من اینجا یه باکس رو رسم میکنم که بدونیم داریم کجای بازار رو بررسی میکنیم، چون که قراره هی تایم فریم ها رو تغییر بدیم. و حالا میریم به تایم فریم 1 ساعته و 1 ساعته رو بررسی میکنیم. تو تایم 1 ساعته به صورت حدودی همون چیزی که در 2 ساعته وجود داشت رو میبینیم، یعنی تغییر رنگی که اتفاق افتاده و توقعی که ما از بازار داریم این که بخواد برگرده و به در واقع نوار رنگی یه سری برخوردها رو انجام بده. بعدش میریم 45 دقیقه 45 رو هم بررسی میکنیم. توی 45 دقیقه یک مقدار داستان فرق میکنه. این در واقع تغییر رنگ از تایم فریم 2 ساعته از اینجاها ایجاد شده بود، ولی تو تایم 45 دقیقه هنوز تغییر رنگ ایجاد نشده و بازار به 2 تا خط مهم رسیده. یه دونش این خط بالا، یعنی در واقع سقف نوار رنگی NTS هستش که اینه که حالا طبق آموزش هایی که قبلا واسهتون منتشر کردیم، وقتی بازار به خط سبز یا به سقف نوار رنگی میرسه ما از اون توقع ریزش رو داریم. پس الان اون داستان انتظار ما از ریزش به 2 تا شکل وجود داره. یکی که توی تایم بالا تغییر رنگ ایجاد شده و بعد از تغییر رنگ ما توقع داریم بازار به سمت نوار رنگی حرکت کنه، و دو اینکه الان در تایم 45 دقیقه بازار به مقاومت‌های NTS مهمی رسیده. یه مقاومت مهم NTS خط سبز و یه دونه مقاومت مهم دیگه این در واقع خط بالای نوار رنگی، سقف نوار رنگی هستش. حالا من میام تو تایم فریم 1 ساعته و طبق خلاف روند استراتژی NTS فیبوناچی این رو رسم میکنم. توی خلاف روند اینطوری هستش که ما فیبوناچی NTS رو رسم میکنیم، فیبوناچی که واسه هر سیگنال رسم میشه. نحوه رسم این فیبوناچی و موارد اینطوری رو همه رو قبلا توی اون ویدیو توضیح دادیم. فیبوناچی که اینجا ما داریم که من رنگش رو آبی میکنم و سعی میکنم با دقت خیلی زیادی این رو اینجا رسمش کنم. فیبوناچی رو که رسم میکنیم 2 تا محدوده به ما میده. یه دونه این محدوده هستش و یک دونه این محدوده. هر دوی اینها الان یه دونه مقاومت خود فیبوناچی و طبق خلاف روند NTS رو داریم و یه دونه این مقاومت رو داریم که در واقع این مقاومت در تایم فریم 45 دقیقه خود خط سبز اندیکاتور هستش. ببینید این هستش دقیقاً همون خط سبزی که ما از اون انتظار برگشت رو داریم. حالا توی خلاف روند استراتژی NTS یه تعدادی تاییدیه مهم و مکمل مهم هستش که ما داریم. یکی از اونها در واقع کندل هستش که اینجا باید تاییدیه کندلی روی این مقاومت اول وجود داشته باشه و اگر یه سری مکمل و تاییدیه ها رو داشتیم بیایم اینجا فروش باز کنیم. اما اینجا هیچ کندل نزولی ایجاد نشده، مستقیم شکونده و رو به بالا حرکت کرده. یه مورد مهم، یه مکمل دیگه که داشتیم واگرایی های اندیکاتور RSI هستن. اجازه بدید من این رو بزرگتر میکنم. در زمانی که بازار اومده به این مقاومت اول که خط سبز NTS در تایم 45 دقیقه هستش رسیده، اینجا هیچ واگرایی هنوز وجود نداشته. واگرایی زمانی ایجاد شده که بازار 2 تا برخورد به این مقاومت داشته که این مقاومت فیبوناچی تایم فریم 1 ساعته و در واقع سقف اندیکاتور در تایم فریم 45 دقیقه‌ای هستش و اینجا هست که ما واگرایی اندیکاتور RSI رو میبینیم. برخوردهای خیلی خوبی هم
به مقاومت‌های مختلف فیبوناچی و خود اندیکاتور NTS به صورت مولتی تایم فریم انجام شده و این میشه یه تحلیل خیلی خوب. معمولا زمانی که یک همچین مواردی در یک جا ایجاد میشه، بعد از اون یک موج نزولی در بازار شروع میشه و ما میتونیم یک پله فروش اینجا داشته باشیم. ببین اولین پله فروشی که اینجا داریم، چون ببین بازار اینجا به مقاومت ما رسیده، اما اینجا ما نمیتونستیم فروش باز کنیم، یا اگر فروش باز میکردیم ریسکش زیاد بوده و فقط یک پله رو اینجا وارد میشدیم. چرا؟ چون درسته بازار به مقاومت رسیده، اما هنوز به این مقاومت اولیه رسیده و ممکنه فیبوناچی های دیگری رو هم تاچ کنه. مورد بعد این که ما اینجا فقط تاییدیه کندلی، یه دونه تاییدیه کندل رو داشتیم، هیچ واگرایی در اینجا هنوز ایجاد نشده. واگرایی وقتی ایجاد شده که بازار اومده یه برخورد دیگه به اینجا انجام داده و تا اینجا هم ریزش کرد، یعنی در واقع ورودی که ما میتونستیم انجام بدیم اینجا هستش وقتی که واگرایی ایجاد شده. و این حالا یه دونه تاییدیه دیگه که اگه می‌خواستید داشته باشید این هستش که از بالا رو به پایین RSI این خط زردی که اینجا وجود داره رو قطعش کنه که این در واقع حدوداً اینجاها انجام شده و ورودی که ما میتونستیم انجام بدیم اینجا هستش. حالا یه وقتایی هست که بازار میتونه یه شادو رو به بالا بزنه یا بره از لول های بالاتر موج نزولیش رو شروع کنه. به همین خاطر ما میایم یک مقدار حد ضررها رو اینجا بزرگتر اعمال میکنیم که این رو توی ویدیوی 4 فارکس توضیح دادیم و این میشه از یک مثالش. حالا بریم یه دونه لایو بازار رو هم بهتون نشون بدم. از خود تایم فریم 2 ساعته شروع میکنیم. من رو چارت ترون هستم، این مثال ها رو دارم رو چارت ترون میزنم چون که تحلیل ارز ترون یه مقدار سخت‌تر از بقیه هستش، یکم تحلیل و پیش بینیش سخت‌تره. چون ببین اینجا که ترون یک روند صعودی داشته کاملا مخالف بقیه ارزها هستش. بقیه ارزها اینجا روندهای نزولی رو داشتن اما ترون به صورت کامل اینجا رو به بالا بود و تحلیل و پیش بینیش یکم سخت‌تره. مثالی که اینجا وجود داشته واسه تشخیص یک نزولی که اینجا هست، از تایم 2 ساعته که بخوایم شروع کنیم چیزی که اینجا میبینیم حالا بجز واگرایی، چون واگرایی حدوداً ببین اینجا بهتون گفتم یه جایی بازار میتونه شادوی رو به بالا داشته باشه، منظورم یه همچین شادویی هستش که اینجا اگر اینجا وارد میشدیم اون استاپی که طبق ویدیوی 4 فارکس هستش رو مشخص میکردیم، از این شادو ما در امان بودیم و این شادو ما رو از معامله خارج نمیکردیم. تایم 2 ساعته رو داریم که حالا فیبوناچیشو اگه بخوام رسم کنم، یک فیبوناچی اینجا به این صورت داره، این تایم فریم که فیبوناچیش به صورت حدودی روی این خط قرار میگیره که یه مقاومت اینجا ایجاد کرده، یه مقاومت اینجا. یه موردی که هست گفتیم در زمانی که تغییر رنگ ایجاد میشه ما توقع برگشت رو داریم و این رو هم گفتم که همیشه بر نمیگرده، حدوداً 70-80% مواقع هستش که برمیگرده. اینجا برگشته، اینجا یه مقدار برگشته، اینجا برگشته، اینجا برگشته، توی این سیگنال هم یک مقدار برگشته به خط NTS برخورد کرده اما همیشه بر نمیگره و اینجا جزء اون وقتایی بوده که بر نگشته. حالا میخوایم اینجا رو بررسی کنیم چون خلاف روندها رو بعد از ایجاد یک موج ما بررسی میکنیم و ببین اینجا هم باز واگرایی وجود داشته. تمام چیزایی که اینجا بهتون توضیح دادیم اینجا توی کف هم هستن و میتونستیم توی کف سیگنال خرید داشته باشیم و حالا میخوایم این بخش رو بررسی کنیم. در تایم فریم 2 ساعته یه سری مقاومت‌ها اینجا ایجاد شده و زمانی که بازار اومده به اینجا الان رسیده، توقعی که از این بخش ما داریم اینه که حمایت ایجاد بشه، چون به خط حمایت خط سبز NTS و خود نوار رنگی کف نوار رنگی رسیده و اینجا توقع حمایت شدن و یک موج صعودی از بازار رو داریم. بعد از اون میریم به تایم فریم 1 ساعت و یه مورد خیلی مهم اینجا اتفاق افتاده که در واقع تو همین ویدیو خیلی بهتون توضیح دادم. دقیقاً موج صعودی، حالا دقیقاً که نه حدودی بخوایم بگیم، از یعنی برخوردش رو از اینجا به بعد انجام داده. میریم تایم 1 ساعته و دقیقاً از همون جایی که بازار به حمایت تایم فریم 2 ساعته رسیده، دقیقاً در همونجا تغییر رنگ اندیکاتور NTS رو در تایم فریم 1 ساعته میبینیم و دقیقاً جایی که تغییر رنگ اتفاق میفته ما توقع داریم بازار برگرده به خطوط NTS و به نوار رنگی. حالا میتونه به صورت حدودی از هر کدوم از این خطوط برگرده اما به صورت کلی ما یک انتظار برگشتی رو اینجا از بازار داریم و دقیقاً همین اتفاق افتاده. اینجا خودش میتونسته یه پوزیشن خیلی خوب باشه چون که تو تایم 2 ساعته حمایت خوب رو داریم، تو تایم 1 ساعته تغییر رنگ اتفاق افتاده و انتظار برگشت
به سمت نوار رنگی، یعنی انتظار صعود رو داریم. یه واگرایی کوچیک هم اینجا ایجاد شده که این واگرایی ها رو ما زیاد در نظر نمیگیریم، خیلی کوچیک و زیاد با اعتبار زیاد نیستن، اما خب هستش. حالا اگه میخواستید بر اساسش پوزیشن بگیرید توی تایم فریم 45 دقیقه هم دقیقاً توی همون محدوده مجدداً حمایت ایجاد شده و اینجا میتونستیم یک معامله خرید کوچیک خیلی خوب داشته باشیم. حالا اگر که من فیبوناچی های مختلف در این تایم فریم ها رو رسم کنم، یه مورد دیگه ای که اینجا دیده میشده این برخوردها به خطوط فیبوناچی های ما هستن که تو تایم 2 ساعته بود، تو تایم 45 دقیقه هم هستش و حالا 1 ساعتش هم رسم کنم به احتمال زیاد هستش دیگه، حالا من رسم نمی‌کنم. خود واگرایی رو هم در این بخش ما داشتیم. اما یه دلیل بهتری که اینجا میتونستیم برای معامله فروش در این محدوده های اینجا داشته باشیم این تغییر رنگ تایم فریم 45 دقیقه است. چون وقتی اینجا این تغییر رنگ اتفاق افتاده، ما توقع و انتظار اولمون این هستش که تا این محدوده ها برگرده و انتظار دومی که داریم این هستش که اینجا این پول بک تکمیل بشه و بعدش ریزش کنه. در کل وقتی تغییر رنگ اتفاق میفته قرمز میشه، بازار باید ریزش کنه، اما انتظار اول ما این هستش که یک برگشت و یک پول بک اینجا ایجاد بشه و بعد از پول بک هستش که پوزیشن فروش اصلی رو ما میتونیم اینجا داشته باشیم و این انتظار دوم ما هستش. حالا یه جنبندی بخوام بهتون بگم، خود تایم 2 ساعته برخورد به اینجا رو داریم و ببین این اتفاقی که اینجا افتاده، یعنی تغییر رنگ تایم فریم 1 ساعته و پول بکی که اینجا اتفاق افتاده، یک انتظار دیگری که برای ما ایجاد میکنه این هستش که احتمال شکسته شدن و احتمال تغییر رنگ در بقیه تایم فریم ها هم ایجاد بشه. یعنی الان تو بقیه تایم فریم ها میتونه تغییر رنگ ایجاد بشه، اما تا همینجا ما این پوزیشن خرید رو میتونستیم داشته باشیم چون تایم 1 ساعته اینجا تغییر رنگ و حمایت های بقیه تایم فریم ها رو داشتیم و اینجا توقع برگشت رو از بازار داریم که گفتیم یه دونه واگرای کوچیک هم اینجا ایجاد شده. انتظار بعدی که از بازار داریم این هستش که این رو به پایین بشکنه، هرچند حالا یه حمایت هم اینجا هستش و تاییدیه های دیگری که داریم این مقاومت هایی هستن که اینجا ایجاد شده و یه پوزیشن دیگه‌ای که میتونستیم داشته باشیم و خیلی هاشو قبلا آموزش دادم و انجام میدید و تو تلگرام واسم ارسال میکنید، این فروش هایی هستن که در اینجا ایجاد میشه. چون دقیقاً وقتی بازار اینجا بوده ما این معامله فروش رو میتونستیم داشته باشیم. دلیل ورود به این معامله واگرایی و برخورد بازار به این در واقع فیبوناچی ها و مقاومت های NTS هستن. حالا یه مورد مهم رو بهتون بگم، این نوع از معاملات خلاف روند ممکنه همیشه جواب نده. خب یعنی به عنوان مثال توی این بخش بازار ممکن بوده که این نوع از معاملات خلاف روند جواب ندن، اما دقیقاً از همینجا به بعد، چون حالا اینجا بررسیشون کردیم دیگه، خیلی خلاف روندا توی این بخش خوب نبوده، اما دقیقاً از این معامله که اینجا بررسی کردیم به بعد خلاف روندهای خیلی خوبی ایجاد شده. یه دونه خود خلاف روند اینجا بوده که میتونستیم این فروش رو داشته باشیم، بعد از اون حمایت اینجا بوده که واگراییش هم هست، کف‌های پایین‌تر و یه سری کف‌های بالاتر RSI رو داریم. حالا فیبوناچی‌هاش رو رسم کنیم، فیبوناچی‌هاش هستن، یه سری تغییر رنگ‌ها به صورت مولتی تایم فریم هم هستش. بعد از اون باز اینجا رو داریم که اینجا اون نوع تغییر رنگی که گفتم ایجاد شده و میتونستیم یه سری فروش رو داشته باشیم. یعنی ببین اینجا خرید رو از اینجا میتونستیم انجام بدیم، فروش رو از اینجا میتونستیم انجام بدیم. و یه مورد مهم و جالب، حالا بخواید بیشتر این موضوع رو متوجه بشید، اینجا تغییر رنگ اتفاق افتاده. ببین دقیقاً زمانی که بازار اومده به اینجا رسیده. خب وقتی که بازار به این کف و حمایت NTS رسیده، ما توقع یک حرکت رو به بالا رو داریم و همین اتفاق افتاده. به اینجا برخورد کرده، یکم بیشتر ریزش کرده، تغییر رنگ هم اتفاق افتاده و مجموع اینها میشود این که بازار اینجا میتونه یه برگشت داشته باشه. حالا دیگه میتونیم مولتی تایمش هم بررسی کنیم که به عنوان مثال توی تایم فریم 1 ساعته اینجا خیلی زودتر این تغییر رنگ ایجاد شده، یا بخوایم 2 ساعته رو داشته باشیم، توی 2 ساعته هم به صورت حدودی توی این محدوده 2 ساعته یکم دیرتر تغییر رنگو داشته و این باعث میشه ما بتونیم اینجا نقطه ورود خوبی داشته باشیم و اون برگشتی که می‌خواستیم ایجاد شده. این برگشت به سمت نوار رنگی انتظار اول ما هستش و انتظار دوم این هستش که طبق این تغییر رنگ و پول بکی که ایجاد شده بازار ریزش کنه و دیگه میتونستیم پوزیشن فروشش رو داشته باشیم. حالا یک تاییدیه خیلی خیلی قوی و یک بحث خیلی مهم برای بررسی و تشخیص این نوع از موج و روندهای دیگه وجود داره که ببینید
اینها رو من قبلا آموزش دادم، یه سری ویدیوها منتشر کردیم با عنوان جزئیات مخفی چارت که یه مدت عمومی بود، دوستان تماشا کردن، اما به یه سری دلایل ما اینها رو از یوتیوب برداشتیم و دیگه نمیتونیم منتشر کنیم. کلیتی که اون نوع از روش تحلیل داره و یه بخش خیلی مهم از روش موج طلایی NTS هست، چون این همه اینه که داریم بهتون میگیم در نهایت به این ختم میشه که ما بتونیم یک پوزیشن فروش اینجا داشته باشیم و کل این موج رو بگیریم که این میشود اون موج طلایی که ما دنبالش هستیم. یه بخش مهم از موج طلایی NTS در واقع این هستش که ما میایم تو گذشته بازار مقدار ریزش رو بررسی میکنیم و این رو هم در نظر میگیریم که اون ریزش در چند کندل یا در چند ساعت اتفاق افتاده. به عنوان مثال حالا این موج نزولی رو باید یکم از بالاتر رسمی کردن دوستمون که این هم تیم در واقع تیم NTS Trade هستش، تیم 1 هستش، تیم 2 هم امشب تشکیل میشه. اینجا این موج نزولی 30% در 17 ساعت و 45 دقیقه، یا یه موج سعودی که اینجا ایجاد شده 13% توی 19 ساعت. ما اینها رو به یه سری روش خیلی جالب بررسی میکنیم و بر اساس درصد نوسان و اون بازه زمانی که موج ایجاد شده برای آینده یه سری تصمیمات میگیریم و همچنین این رو هم تصمیم میگیریم که الان بازار بیشتر قدرت صعود رو داره یا بیشتر قدرت نزول رو داره، یا چه زمان حالا دیگه یه سری موج‌ها میتونن به اتمام برسن. و تحلیلی که ایشون اینجا انجام داده تا الان به نتایج خیلی خوبی رسیده. یه دونه فکر کنم رو چارت اتریوم انجام داده بودن، حالا اون رو هم واسهتون میارم. آره این بخشیه که رو اتریوم انجام دادن و مجموعش این بود که روند صعودی قدرت بیشتری نسبت به روند نزولی داره که فکر کنم این موج رو تونستن تشخیص بدن، یعنی تا این بخش بازار این رو به خوبی تونسته بودن تشخیص بدن. حالا یه سری موارد پیشرفته تر داخلش وجود داره که خود یعنی یه نگاه ساده به موج‌های صعودی اینجا داشته باشیم تا حدی دیده میشه. کلیشو بخوام بهتون بگم این هستش که میایم بررسی میکنیم موج‌ها چه مقدار و در چه زمانی نوسان کردن و بر اساس اونها یه سری تصمیمات میگیریم. حالا اینکه این رو ما دوباره بیایم توضیح بدیم چون ویدیوهای قبلی رو دیگه نمیتونیم عمومی کنیم، اگه بخوام دوباره توضیحش بدم ادامه همین پلیلیست موج طلایی هست که این تا حد زیادی به در واقع استقبال شما بستگی داره. اگر که حالا توی کامنت ها استقبال خوبی باشه سعی می‌کنیم این رو مجددا برای شما منتشر کنیم. حالا میریم سراغ بحث سومی که توی این ویدیو داشتیم. تا الان کلی بررسی کردیم و تونستیم این پوزیشن رو داشته باشیم. حالا از کجا تشخیص بدیم که میتونه تا اینجا ریزش کنه؟ چقدر میتونیم این پوزیشن رو باز نگه داریم؟ اینم بگم این نوع از معاملات حد ضرر بزرگتری دارن و همونطور که میبینید یه ریزش خیلی بیشتری انجام شده که حالا ما میتونستیم پوزیشن رو اینجا ببندیم، بعدش یک معامله دوم اینجا داشته باشیم که توضیح دادم اینجا خلاف روند رو داشتیم. و بحث سوم و خیلی مهمه دیگه اینه که چطور معامله رو تا اینجاها باز نگه داریم، چطور این پوزیشن تا اینجا باز بمونه. این مربوط میشه به تریلینگ استاپ در استراتژی NTS که ویدیوش اینجا روی تصویر میاد. تریلینگ استاپ در استراتژی NTS رو بهتون توضیح دادیم. با کمک اون ویدیو شما میتونی پوزیشن رو تا این پایینا باز نگه داری و یه مدیریت خیلی خوب روی این داشته باشی و سود زیادی از روند به دست بیاری. خیلی ممنون از شما که تا اینجا با من همراه بودید. اگه ویدیو واسهتون مفید بود اون رو لایک کنید و با دوستای تریدرتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.